هیچگاه ملت ها خیانت نکردن، ملت ها وابسته به خارج نبودن، ملت ها رشوت نخوردن. تمام بدبختی های مردم افغانستان ما بلکه به طور کلی جهان اسلام ما از اختلاف سران بودن. و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا. این بزرگترین حقیقت اجتماعی را قرآن بیان میکنه. مایی از سر گنده گردد نیزتون، سر خراب میشه، گنده میشه. افغانستان چرا عقب ماند؟ اختلاف شاهزاده ها، زنهای حرمسرای شاهان ما. تاریخ افغانستان رو بخوانید، سر قدرت، سر ولیعهد شدن، سر قدرت طلبی، سیاست بازی افغانستان تباه شد و با معادنی که داره، با زمینای زراعتی که داره، از بدبختترین کشورهای جهان درآمد.